کمره مخفی اشگر نشته ما خبر تو نگفتی ببخشی خب نازی نازی کمره خود نرم راحت نبخدا نه نازی تو اینک خیلی سلام دوستای عزیز خودین بخیر نه ما رفتید داخلی آب سلیم آقای رسته کمره مخفی ولی نازی موری شما برید تو خیلی تسکار میشه نموشه مور بیننده باشین دیگه قلب باران زد چیم نرخه درست از کجا باشید؟ سبز شده دادا درست که نه جای خود درست خوبی بخیری جان چرا مونده باشی سلام علیکم خوبی بخیر جان بخیر سلامت شکر خب نه چطور هستی شکر خوشتری خوبی بخیری جان چطور بخیری سلامت شکر ولی ما کارات رو تخونیم کل کدی ولی بس خالش از مشتریه یک دنه برگیه یک دنه جگری را هذا شخص خوب شي وقته ما خودش يكون مش خوب كده خوش به حال از کسی که ما بشه نه دریش نه بیاسم ما خوشتم کلاشه بیاسم بس خوش وام دیسکوگی که باشه نه حالا بیشه مزه کنی خب خبره چطور هستی رو دریت بیشه خوب بخیری جان کجا بخیر معلوم میشه دیگه شکر خود خوبی شکر الله کاربارش دیدی شکر الله میذاره خب روزا امروز چی بود خب پس از سر مزدک پاره میشه خاطر میده دیگه نه از خاطر بچه یعنی کتاز بنده خدا که به نظر میده و نان پیشته نشه الان این پرکه رای دی فساد چارپیا بلش هایی گدام نشانده آره دیگه او تسر امداد نفقه بگیر ما خودم سر پیشنی می نقم جدا میشه مافرد ما خودم سر درده نان خورده بیام جا بگیر خانه از ما خستور نیه بازم کم ورزش بشه باشه تو خانه زما بیا ما خانه شما میام نشکم متکتوبی نه دیگه ما میشم خیر زیبات بخیر روزت تشی تا یک ماه دیگه رسته زیبات بخیر بس میشه آقای خانه کاکای رفته مهمانی هم دیگه مهمانی افطاری رفته دیگه چون اولین شب روزه دیگه نه آره خب چطور هست دیگه خوب میشه خاصه سما برم یک چای کردم خیلی چای بخیر خاصه دیشت خوب آره یادم روزه چادرش مامان تا بگیرم چادر اوده نه یا نه ما دیگه میگفتم خیلی دوست نمیدی خیلی موسیقی اگر اونوز کیه نمیدی بچه ماگه نمیدی اونو بدن خیلی خب بهش ما بگه نازم دیگه ما هم خدا از دمادی گفتی نان داده خانه خورده چای بیخ نازی بخوری خیر خوب کدی من خود بدل تشکر آبش ما بریم چای هم کن خوب سه دیگه دستا باش گیره جور کنم دگو جای بیرم من تاکیم جه بیرم من چی بیم بینه یمسی کنسرم نه هره میچه بشه دیگه اگر قدر معلوم میشه توخ کنو یه چرم منج بلو من قلده معلوم نمیشه و قصوشی نمیشه منجشته دوست عزیز سیه از نیم توخ معلوم میشه مثلا معلوم میشه اگر روی خشر بده اگر نه دیگه نه منی دوربین میاد کامرا ویدیو میاد سید کی دیگه که باش شخصا چای خمیره گو ببخشید مثلا مندت بخدا خیلی چه بودی
بله جای سرما گرفتیم. نه خیلی بیش توشون ششته. ما از خاطر از کالای شتمی کالا در خوش کوب که در خوش سیزوز در قداولی. ماشاءالله خوبش کوب که در دست کارش درد نکنه. از کی هستی؟ از مشتریه. یک دو جور است اونو هم بلگی هم چیزای اون را خواسته از آقام خیاتیش را خودیم کردم دیگه. اصلا خیلی سخت بود ولی پسش برآمد. ماشاءالله. استیکوگاش هم چیز دارد نیست خیالم درد نکنه. آره ممکن نه. خیالم چه خیالیه؟ واقعا خوش کنم کارا خوب خوش کنم. آره مقصد قدر زامد میشیم که خراب نشن دیگه نه؟ خاطر که نه لذت گیرویه نه؟ آره فرق نمیکنه چی از خود آدم باشه دیگه چیز مشتری ها باشن دیگه نه آدم باید گفتش هیچ سکنه. از جمله مثلا ما خود خیاط میگشم باید خیاطی اونجا بس چیزا قدر گرو بود دیگه خلاصه. تشکر عزیز. هم خیاطی هم دیگه چیزاشم به هر صورت خصوصا هم یه چیز زیب شی. تا جایی که ما تجربه کردم زیب شی باید اون مخفی باید دیگه نه؟ زیاد مخفی باید از ما. یادم نمیاد سخت کنم فیلمه. صد ما اونجا چیزانم دیگه اون را اینا کو کنم آخه مفتگور ببره چیزا که استریک و خلاص شونه که ما اسباب رو پست کنم بلیش نه؟ بس دو جوره مست دیگه. الان ما مزاید یه مالی گفتی پیش بری وال بگیری. خیره خوشم دین. ما اینا قدر معلومه میگیم بیا خانیز مو قصدونیه. یعنی بچه داری. نه اون شام دخانه مشگان که نا کرفته دی. مفتم کاش که تو راست شونه که تو دمیجی بیا که دادن دروازه مو با خدا ما دایره زیده درایت مایی. یالم بخویم ده. ببینی؟ خمیال بیا سواسط خیلی خوشحال شدم که آمده. این رقم خوبه نه هم دوری شدم. آره دیگه نه. بخدا ما اونو شیشتم من کالای استریم که موقع من نبود. باز ما سرم درد گرفته تو دیخ شدم میگم کاش که نیچ راقه بینجی سخت شونه که ما دیگه سخت شدیم از راستی. خب خوشم دین. چرا خوش باش ما بیکارش نمیم مقصد. خب دیگه دقیقه تو نمشن دیگه اینا روزی با روزم میانه. بس آقای هم در کار داشتم چون کاش که آقای بود دیگه. روز نمادم نه که روز بر آقای بجایی مثلا شوتینگ و کار داره شاید گیر نکنم شما بود. کالستی روزی بود. آقای هم کم کار داشتم در تو میکم کار داشتم. خدا خیره بشتنه. فکر دلیل بامزی چای مای فکر سیاه آقای هم زمین میسیش که داری کم واقعیتش دیگه نه؟ مازی آقای کمک چشم کبالی بود کنم مثلا تو لو نکنی چرا دوارم خورده بیت می روزه رو میگیری چای خوری تشناش تو دیگه نه؟ تشنا میشه خب دیگه یک بنده خدا بود ما نمی خوب گفتم بخد ادامه میشیشتم شام خورم میگم خوب یک دفعه بود ما چیزه ما که میگفتم خوب میگفته خوب به جمالت یالم کم از این نفر یاد گرفتی اون دفعه با خدا همیشه که میچی میشه درم کنم بودم خوب آقای چه خطا خبری؟ بچه بخوام همزین چی بوشم را دیگه شما بیشت ما نونج مصرف کالا بود دیگه نازی ما رقب خنجید قصه نما میشه نه؟ دیگه بخیر از ما قصه نه؟ آره بعد این بیمانی دوست داری دیگه آره دیگه چیزا یک کپشن دادم ما همزو خاطر نراحتش نبختم یک باور نمیمد خودم آقای خطا میسیش که گفته نه؟ دیگه ما میسیج آقای خانم بود نراحت شدم گفتم باشه که بایم خیر از نزدیک دیگه آرسیم یک جایش ما تا خونم یک واقعیت داره نداره خب یالی چیز گپ شده مثلا ما چیز خواهم گفتم گپ خیلی زیاد شده مقصد مثلا موقعی میگم اون شب ما در برنامه گفتم که ما کار دارم نه؟ آره قدست ما نگفت ما کار دارم آره بعد آقای میگه که نه نازیک هسته ما خیلی روز خیلی نازی نخواهیم میگه هنه آخر که ما گفت در برنامه مایی بسنم ده دیگه نازی میگه که
او از قدم خوش نمیاد باید و کم گپا اشتاد زباد تو خدجوی آقای باشه میشه سرخستک دیده خب پیشی آقای بد کده ماره اختبال چیزی نگفتم خلاصه خداییشی سعی تو مشا گفتی نازی من کار دارم من نمیتونم خب آدم تو خد آقای نگفته دی یا نه خد آقای بخواد دیگه گفته دی نه ما خب قداغه میگفتم ما گفتم گلایهان میگه که ما کار دارم شاید هم زود بایم یا شاید هم دیر بایم پس مثلا ما فقط قداغه مقص گفتم ما گفتم آقای گلایهان میگه ما کار دارم شاید هم دیر بایم یا شاید هم زود بایم دیگه خب دیگه گفتشی که تو دیگه در وقتی چیز آمده دیگه نه نه مقصد کاش که آقایش زودتر میامد دیگه گپ معلوم شد که واقعا گپ از چیز نه یعنی چیز گپ شده چقدر دلم پاک به خدا من این خانهش منش کارم سر از توی اعتماد دارم سر آقای اعتماد دارم خدستو خود تو نرخم ما خواهر میخوانی ما مثل یک دوست مثل یک خواهر لی خدستو هر گپ قصتم نه یعنی اترسته که چیز خواه ما اینا خبرم ندارم که چیز گپ شده ما چیز خیلی گفتم خدا آقای تو ناراحت شده تو پیشم درو شد یک چیز خیلی گفتی آخر گفتی خدا آقای خدمت تو قصه کرده ندنه بگوله ها ما اینا واقعا ما چیز خبر ما چیز خبر گفتم میخوام گپاریات کردم خونه اینا تو ما چیز خبر دارم تو چیز خیلی آقای قدسو چیز خیلی گفته تو چند ناراحتی مو مشاور ما خنجیت گفتم که ما نمیم دلیلش خوب معلوم کده بود مثلا توی گپای دیگه گفتی خدا کارای چیز ما نمیگه یعنی تو میگی ناسی از دل خجار کده گفته ما نمیگی براغای گفته خدا اسم حالا آقای درو میزنه خود آقای قدسو گفته تو را چی از من میگی آقای گفته نازی نیت گفته تو میگه اینش خبی ما دیگه مو بسی چی خواندم نه خوب گفتم نه بعد گفتم مستخدم برم دخانهشی سه چی یک جایش نه آخر یک دنش خجل بشه خواه قبل معلوم کنم که قبل چیز خلانه نازی خون دختر نبود یعنی تو این یال واقعا نمیگه برو باور کده که نازی میلخنه آدم باور نه دیگه چرک مازدان انده بدم نشیندم سر کسی شنده بود دخانهش اومدم نان نماکش مخروم آچهش مخروم سرش اعتماد کدوم مثل مادر نری محافظ من دیگه از این حمایت نما اگر دیگه کسی مگفت خواهم باور نمیکنم بله گلیهان به خدا سرم درا پارم شد که خبریم که شاید چیز کده سر از ما تو جوره ده اینجی دیگه پارشیندم سر سو پارم شد ما زود که دخانه پارش داد خب مثلا ما تبالی قداغه نوری کم گبر گفتم گلیهان یه آقای سنه نه انجی بشی نه تبالی چیز نگفتم که مثلا ما فقط امام شاید که ما گفتم بیا دخانه از ما برنامه داریم تو گفتی ما کار دارم شاید هم زود بایم یا شاید هم دیر بایم دیگه ما فقط دیر میر قداغه گفتم شاید ما آقای میگه برو گفته شقدستو این ما تا جایی که حدس میزنم آقای هم در قدستو بلدستو میسیش کده که گلدایهان تو از اول چرا مادی وقتی که تو از مو بر تو میماد دقیقه نمیتو گفتاری تو که نگفتش که بطور گریان دیگه آدم که قبل نگفتش خدا لیره نه وقتی دیگه رو مره ما خبر تو نگفتی ببخشی خواه نازی الان نبینید ده همه رفته درم میتونم خدا نمیدونم ولی بکشی نگی چه رو گریه نازی رو برکتیم تکل دختره نکو گریه تکل لگی معلومه که نازی چه قسمت دختره ما یک دیگه ایده دیگه ما گفتیم باش که من بهترین رفیق ما بلیم زی که بریم کم بهترین رفیق من تمام می مرفته دیگه خواست کشتی غرق نه مخفیه اشته حالا اتفاستم بین ده هم داخل نراحت اشته قدر سیب تو بخشی خواه خبرم تو نگفتی اختا بکشش باشد تا یکتا خیلی دلس خودم خودم جمع نراحت نبخدا نه از تو اینک دی خیلی باشو ادم که نگو خود
اصلا بد کار شدی غلطش بگویه کرد از تیزین سکر پکش ها سلام نمیده بینده حالی پیش بینده ها بود که ما بخشیدم اگه نبینده ها پس از من راحت میشه که چرا رفته بوده که بله نازیکش تو خوش نداشته شکل لگی خدا اصلا خیلی دلم عزیزم تو هم آقای جان دیگه بخشش باشه خیلی زیاد کمره مخفیه دیگه خیره بخشیدی یا نبخشیدی برای دارد دل مرده بزنی نه خدا دستیز مستری غیتا خراب نکنه دیگه وقت گفتم مثل خواهر مری دیگه حالا کمره تک شویش کمره رو ننجی خجه گفت سکار کنم دگیریم بود دیگه گفتم باش کنم استفاده کنم دیگه یوتیوبرها کلش کمره مخفی موره نه ما گفتم باش کنم امتحان کنم مقصدی کمره مخفی از من رقم بود دیگه که از خیلی ها نمانده نفش بود نه؟ کمر مخفیشی؟ دوستا واقعا از روزی که گلریحان در خانه از اومدک ما قنجهش آشنا شدم یک دختر خیلی خوبی هست و همیشه در دل من بود که ممکن یک کسی باشه که قنجم خیلی خوب دوست باشه و من دوست داشته باشه واقعا ما گلریحان خیلی دوست دارم بس امشا گفته که تو رفته من فوق قداغه رقم گفته بحانه امروز در نجار کنم خبری تو روحای ناقناق حتی چرا واقعا مسیج نکده دیگه نگفته نه ادنا میتونستم یک بحانه خوب شو بیرم که بگه که ما گفتم یا نگفتم واسه نه خیره زیاد ببخشید دیگه خیره پروانه بین دوستیت راست زیاد تلاش کردم بیگناهی خود ثابت کنم نشد زیاد نگفته دیگه نگفتم بس دزا دیگه دلم غریب شد گفتم من این آدم وقتی یک گپ را نگفتش امیر رقم زیر و هم از عزیزترین کس خود امیر رقم آدم ناراحت شنه بس گلریحان گفت نه تو گفتی دیگه ایتشالله کرد گفت برمالیم ثبوت پیدا کنی رقم دیگه واقعا من خیلی زیاد ناراحت یالا ایران مندم ثبوت از کجا پیدا کنم سلام هم نکدم سلام و احترامات من تمام دوستان امیدوارم که جور صحتمند و سر حال باشین دیگه دوستا خوش آمدید در امشانه برنامه گلریحان برنامه که چی برنامه کمره مخفی دوستا همین شیشتر کالای استرینم گلریحان جان دیگه همین ترما در خانه اسمو درگه تختار سلام در گلریحانم ده خب ما درگه واسطم همین تا گفتهشم دم درایش استقبال کدم چه خوشحالم شدم که گلریحانم شاد خانه اسمو هم دوام بیاکوی دیگه قیتا کی نمی باز دیگه امشا انده خوش که پلان داشته دیگه دیگه واقعا خواه خیره دیگه ما تو بخشیش منو و دوستا شما ناراحت نشین نازی خیره دیگه نازی دلش غریب بسته بیچاره نازی همی شر خودویش بور میشه دیگه واقعا خودم ناراحت شدم دیگه خیره دیگه کاش تو زودایی نمی‌کردی وقتا من در دل مونده بس خودم نه چی ناراحت نشو خیره دیگه من ترمو بخشم خو خیره دیگه کمره مخفیه دوستا کمره مخفی اترا داره دیگه آدم را یا خوب عصبانی کنه یا مثلا خوب خنده‌دار باشد یا خوب که غریبانه باشه دیگه یادم نمیشه گلریحان میگه تو گفتی نه تو گفتی ما میگه من خدا ما خمی گپ را نگفتم یعنی چرا رقم ثابت کنم بلدی یا خود نمیتونم من از بلی اخبار کنم که نه نگفتم دیگه راه چاره نفردم کتم بجز این که وی باید کار کرد من خبر نداشتم که دوستا کی هسته گلریحان بلیز مکنه مخفی رفته خب خیره دیگه دوستا آره از کلگی زیاد ببخشیم دوستا بیننده های عزیز ترکمش که دین نمیشه اگر خواهم پلان ریزی داد از این دیگه از موسیقی میتا شروع دیگه یا ما بلیز تو برم میتا ویست پر کنم یا تو بلیز ما بری و میتا ویست من برکنی برز نبروز احسن کشش نمایی نکنم چرا که دراوش نمیتو برای کلگیش برای دیگه کمره مخفی مورن دیگه در کل دوستا کمره مخفی یک چیزی هست که چیه
یا خوب آدم را عصبانی کنه، آره. یا خوب که آدم را گریه آدم را بیره، یا خوب که خنده‌دار باشه دوستا. خب من سر آقای چند دفعه میتی کمر مخفی رفتم یا لمی آقای که زنگ میزنم میگه نازی دیگه مشکنی کمر مخفی نری دیگه نه. بس یادم دیگه که نمیشه اگه کس رو بهانه جانم میگم من اگه باید چی برید نه. بس اون شب هم دیگه همون کمر مخفی شاید دوستا کمر مخفی کی رو وشک داشته دیگه نه مشکانه نه. مشکانم رفتن دیگه. بس ما در بهانه امزو قد مشکان زیاد همدیست شدم. بس بلی آقای زیاد کمر مخفی رفتم مسد خودم دیگه نمارم ولی تو هست دیگه مشکانم هست این زباده نه بخیره آردیش هست دیگه تو چینل دیست بدیست هم میدونیم تبلیغ دیگه کمر مخفی بریم. آره وقت. دیگه دوستا بخشش باشه در شما گلیهان آقایم ما از تو بخشش میخوایم. خب خیلی زیاد دیگه. خب خیره دوستا شما دیگه تو قضاوت نکید بخاطر که گلیهان بلیز ما کمر مخفی رفته. خب خیره دیگه ما یک دوست هستیم مثل یک خوار هستیم و اطراع داره دیگه دوستی اطراع داره که بلی یک دیگه خود کمر مخفی بریم یا مثلا یک دیگه خیره یک روز قد دیگه زوز جنگ میریم یک روز قد دیگه زوز جور میشیم. حالا دیگه دوستا شما از خیر خوب گلیهان آقای را حمایت کن دیگه. کسایی که سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنید که این چینل امزی بال بره و آره بیشتر سنگک شده نه؟ آره بیشتر شاید نه مخلص برای فنسد مخصص دست دیگه. آره دیگه دوستا شما لطفا از خیر خوب آقای را حمایت کن گلیهان آقای را. کسایی که البته خیلی زیاد ویو میگیره ولی هیچ کدومش سابسکرایب نمیکنم چرا نه دیگه اینا دوستای میشه به خدا شما خواهشم امی سابسکرایب کن که گلیهان آقای بخیر چینل چی مونیتایش نه و سردارآمد باید که آقای بیت نازی بابا سرمایه خستاچ نه. دیگه امی خواهش از نازی است کسایی که می ویدیو تومنه تا می هر قدر که ویدیو تومنه امی پورشم که رفتین اولا لایک بزنین دومن کامنت قشنگ خورا نمیتکن سیمنم سابسکرایب کن و چهارمنم حمایت کن که آقای بخیر از او سر پایش نه و چینل چی مونیتایش نه جشن چی را بگیریم مثل که از کیر گرفتن از مشکان گرفتن مره ماشاءالله چینل مشکان محمد بالا رفته دیگه یک است بچار نه از ما سنگک شده تو نکنه تیرز مرعرب نکنه که ما استلوین دیگه دوستای عزیز داره منازی هم دیگه همونطور که گفته مثل یک دوست داریم مثل یک خواهر داریم دیگه آردیم مرخم که میشه بعض اوقات درد دل نیم خستان نیم آره دیگه با یه بخش از خیلی عزیزه واقعا مقصد نالیم شما که ما خاطر مخفی خویش پور کدوم دیگه خود راحت شدم ها خیلی وقتا دوستاش تو قضاوت نکن و که مرقم که دفعه پیش ما قنجشم گفته بودیم در ویدیو اول گلیهان کسته موبایل روست نداره یا مثلا یک کمری روست نداره که مثلا ویدیوهای خوب شیره بگیره دیگه نه الان بیچاره یک نیمشل گوپرو از موی دیگه اون قدم زو بیچاره اینجا خود پرده هم ندیگه که پیشتر یک ویدیو شونه مثلا یک چیز شونه دیگه شما از خیر لطفاً گلیهان آقای را حمایت کید که بتونه یک گوپرو روست بگیره یا مثلا یک کمری قشنگ بگیره یا یک موبایل قشنگ بگیره که گلیهان کسی زیادتر دایفوی شوق داره شما از خیر حمایت کن که گلیهان بخیر صاحب آیفون هم شونه دیگه دوستا چرا کمرش در خوب شه نه از آره آیفون کسی خیلی کمرش خوب شه عزیزا دیگه چطوره آره دوستا دیگه تا ویدیوهای بعد شما را در لایک تام سپاریم دیگه خدایا رو مددگار شما خداحافظ دوستان نمیخوام بخیر